عزیز آسانترین ویزا فعلا به افغانها ویزای تایلند است، بخصوص به افغانایی که در ایران و پاکستان زندگی میکنند. در این ویدیو ما به شما نشان میدم که چطور خودتان بدون نیاز به کسی دیگری خودتان به این ویزا ثبت نام کنین. ویزایتان هم معمولا در حدود بین 1 تا 5 روز وقت میگیره که ویزایتان صادر شود. اسنادهای خیلی زیادی نمیخواد. در این ویدیو شما میبینین که چطور ثبت نام کنین. در قدم اول شما به داخل از این لینک باید شوین: thaiVisa.go.th sign up. این لینک ما در قسمت کپشن و در قسمت کامنت ویدیو میمونم. اگر نتونستین لینک رو پیدا کنین، از اینجا شما میتونین پیدا کنین. خب شما وقتی که وارد این لینک شدین با این صفحه روبرو میشین که اول باید ساین اپ کنین. اول باید در این وبسایت یک اکانت به خود بسازین که در اینجا شما فرست نیم نامتون رو نوشته میکنین، نظر به پاسپورت و نظر به تذکرهتون با املای درست. فامیلی نیم تخلصتان اینجا نوشته میکنین و از نشنالیتی از لیست کشورها شما افغانستان انتخاب میکنین چون شهروند افغانستان هستین. در قسمت کانتکت نمبر هم شما شماره تلفنتون رو نوشته میکنین. حالا من یک چیز آزمایشی نوشته میکنم، مقصد شماره درست نیست. در قسمت ایمیل هم شما باید ایمیلتون رو نوشته بکنین و ایمیل مهم است به خاطر که ویزایتون دوباره بعدا وقتی که صادر شد، چون ویزا آنلاین است، الکترونیک ویزا هست، به ایمیلتان ارسال میشه. ویزا استیکری نیست، در پاسپورتتان چسبانده نمیشه. در قسمت پسورد و کانفرم پسورد هم یک پسورد رو انتخاب بکنین به خاطر همین حسابی که داخل وبسایت جور میکنین. ویژگی های پسورد همی است که حداقل باید 8 حرف باشه و حداقل یک حرف خرد انگلیسی را باید داشته باشه در بین خود. حداقل یک حرف کلان انگلیسی از ای تا زید را داشته باشه و حداقل یک نمبر هم داشته باشه از 1 تا 9. این را دیگه شما نظر به می معیاراتی که گفته یک پسورد مناسب انتخاب بکنین. در قسمت آخرم این گزینه را شما باید تیک بزنین agree to our terms and policy و در این قسمت enter your code، یعنی عدد را، یعنی کد را که در اینجا میبینین در اینجا باید نوشته بکنین که فعلا در اینجا B ببخشید فارسی بود B دو دبل J U G V است و گاهی وقتا اگر که این کد درست فهمیدن نمیشد یا خیلی پیچیده و مغلق بود، شما میتونین روی از این گزینه بزنین یک کد نو به شما بده، یک کد واضح تر که بود کدش نوشته بکنین و کریت ان اکانت بزنین. ما چون قبلا اینجا یک اکانت ساختیم، یک اکانت آزمایشی ساختیم، دیگه نیاز نیست که دوباره اکانت بسازم. شما وقتی که کریت ان اکانت زدین یک ایمیل به همون ایمیلی که قبلا در اینجا نوشته کرده بودین میره و یک لینک به او ارسال میشه. شما باید اکانت خود اکتیو بکنین، روی از همون لینک کلیک بکنین و اتومات اکانت شما اکتیو میشه. در قسمت بعدی شما از اینجا باید در گزینه ساین این یا ورود بزنین. ساین این که زدین، چون من قبلا یک اکانت ساخته بودم، مستقیم وارد اینیتور یک صفحه میشین. در این صفحه در حقیقت شما صفحه است که میتونین به ویزا اپلای بکنین. در اینجا گزینه های خیلی زیادی هم نداره، فقط در اینجا گزینه آبی که میبینین apply for a new visa، درخواست برای ویزای جدید، روی از که کلیک کردین در اینجا از شما چند چیز را میپرسه. ببخشید ناله یک کمی ما دوباره لوگین شدم چون لوگ اوت شده بود، وقت زیاد گرفته بود. خب ما اینجا دوباره لوگین شدم و به خاطر از اینکه به ویزا درخواست بدین روی همین گزینه باید کلیک بکنین apply for a new visa یا درخواست برای ویزای جدید یا ویزای نو. در قسمت اول شما گفته که check your eligibility، آیا چک کنین که آیا شما واجد شرایط ای ویزا آنلاین هستین یا نه. معلومات بسیار مختصر از شما میخواد. در قدم اول گفته که country، از کدام کشور هستین، که طبعا شما از افغانستان هستین، افغانستان انتخاب میکنین و current location، فعلا در کجا زندگی میکنین. و یک بخشی که تقریبا کمی مشکل است همین است که اگر شما در اینجا خود افغانستان انتخاب بکنین با شما نوشته میکنن که سفارت تایلند فعلا در افغانستان وجود نداره، به این خاطر شما باید به کشور دیگه مراجعه بکنین که معمولا اسلام آباد است، در پاکستان است. و اگر شما در پاکستان زندگی میکنین یا در ایران زندگی میکنین، مثلا اگر پاکستان انتخاب بکنین دو گزینه دیگه اینجا به شما فعال میشه که آیا به سفارت تایلند در اسلام آباد میخواین که ثبت نام بکنین یا به کنسولگری تایلند در کراچی موقعیت داره. یا اگر شما در اینجا مثلا ایران انتخاب بکنین
سفارت تهران، سفارت ببخشید تایلند که در تهران است، اتومات در اینجا ظاهر میشه. اما این ویزا کاملا آنلاین است، حتی شما نیاز نیست که به سفارت برین. و حتی اگر افغانستان رو انتخاب بکنین و گزینه‌ای که در اینجا ظاهر میشه پاکستان و اسلام آباد است، باز هم مشکلی نداره، شما میتونین ویزیتون رو آنلاین بگیرین. و در قسمت بعدی از شما میپرسه که purpose of visit، یعنی هدف از سفرتون چی است. هدف از سفر اولی که اولی که از شما میخواد که نوع پاسپورت را که دارین مشخص کنین. آیا پاسپورت عادی است که معمولا از اکثر مردم همین اوردینری پاسپورت است. دیپلماتیک پاسپورت مربوط پاسپورت های دیپلمات ها میشه. آفیشال پاسپورت را مربوط کسایی است که از طرف دولت اعزام میشه و اینا انواع مختلف دیگرش است. که پاسپورتی که مردم عادی داره معمولا همین پاسپورت اوردینری پاسپورت است. این شما انتخاب میکنین. ویزا تایپ چی نوع ویزا رو میخواین شما انتخاب بکنین، که معمولا اگر به خاطر چکر و سیاحت میرین توریست ویزا رو انتخاب میکنین. اما اگر به حیث یک ترانزیت استفاده میکنین و از تایلند میخواین جای دیگه برین، بعد از اون میتونین ویزاهای از بین ویزاهای مختلف یکش انتخاب بکنین. فعلا ما در اینجا توریست ویزا رو انتخاب میکنیم. ویزه جهانگردی یا ویزه گردشگری یا همون ویزه توریستی. اینترنت کمی مشکل داره فکر کنم وبسایتشان. purpose of visit، هدفتان از توریست ویزا چی است؟ چی میخواین بکنین؟ با می ویزه توریستی میخواین چی کار بکنین؟ میخواین مدیکال تریتمنت کنین؟ با کدام شفاخانه مراجعه کنین به خاطر تداوی؟ یا میخواین به کدام میتینگ و نمایشگاه و کدام سمینار و چیزا اشتراک بکنین؟ میخواین با کدام بوکس اشتراک بکنین، محیط های اشتراک بکنین؟ تایلند یک مرکز بسیار مشهور به خاطر ورزش های مختلف رزمی است و این خاطر اگر شما با ورزش اشتراک میکنین این گزینه رو انتخاب میکنین. یا اگر اعضای فامیل شما در تایلند زندگی میکنه میخواین اونا رو دیدار از اونا دیدار بکنین، این انتخاب میکنین. ولی اگر اینا نیست فقط چکر میخواین برین با هدف دیدن برین، توریسم لیژر اکتیویتیز، این رو باید انتخاب بکنین. همین گزینه‌ای که در قسمت آخری لیست دیده میشه امیر شما باید انتخاب بکنین، در صورتی که هدفتان فقط چکر زدن است. و بعد از این یک گزینه دیگه اینجا پیدا میشه که اینترنت باز هم کمی مشکل داره. وبسایتشان مشکل حل شد. نمبر آف انتریز، یعنی چند بار میخواین شما وارد کشور شوین، سینگل انتری یا مالتیپل انتری. آیا یک بار میخواین به تایلند برین بعد از یک هفته، دو هفته، یک ماه یا هر وقتی که خواستین برگردین، یا که نه چندین بار میخواین در جریان از اینکه ویزیتون قابل اعتبار است رفت آمد بکنین. اگر سینگل انتخاب بکنین یعنی یک بار میخوایم تایلند بریم و دوباره پس بریم و اگر بخوایم بار دوم بریم ما دوباره باید ویزا ثبت نام بکنیم. البته تنها تفاوتش هم است که مولتیپل ویزا، مولتیپل انتری اگر انتخاب بکنین قیمتش کمی بیشتر است و سینگل انتری ارزان تر است. بعد از اینکه انتخاب کنین شما گزینه نکست میزنین که به صفحه بعدی برین و معلومات بیشتر شما رو بخواید. یک کمی صبر میکنیم. در صفحه دوم صفحه applicant information است. صفحه اول صفحه eligibility بود که شما وجود شرایط بودین یا نبودین، که بودین. در اینجا شما معلومات خودم وارد میکنین. اولین کاری که در شما اینجا خواسته عکس را خواسته که های شما باید عکس شخصیتون اپلود بکنین. عکس شخصیتون اندازش از 3 MB بیشتر نباشه و عکستان هم مناسب باشه. یک تعداد شرایط و معیارات دیگر هم به خاطر عکس گفته که واضح باشه، صورتتان در کدام قسمت باشه، چشمایتان در کدام قسمت باشه، که اگر روی از این کلیک بکنین این اتومات به شما نشان میده که عکس‌ها باید چی ویژگی را داشته باشه. مثلا از بین از این عکس‌ها اگر شما ببینین، اگر زوم کنم کمی، عکستان مثل از این عکس خیره نباشه، مثل از این عکس خیلی تیره نباشه، این عکس درست است. صورتتان به صورت بسیار واضح قابل دیدن است. یا مثلا از بین عکس‌ها شما مویتان چهره شما را نپوشانده باشه، یا شما مستقیم به کامera باید سعی کرده باشین، کج ندیده باشین، یا یک سایه روی چهرهتان نباشه یا سایه پشت سرتان نباشه. خلاصه ای که این فایل شما ببینین و عکسایی که واجد شرایط هست به شما نشان میده. ولی دوباره اگر برگردین در اینجا، در این قسمت شما باید عکس اپلود بکنین. در این قسمت هم شما باید صفحه اول پاسپورتتان که همون نامتان، تخلصتان، تاریخ تولد، تاریخ صدور پاسپورت، تاریخ انقضای پاسپورت است، در اینجا اپلود بکنین. یادتان نروه که باید سایز امی
پاسپورت و عکستان از 3 MB بیشتر نباشه و فایلش هم باید JPG باشه، JPG یا JPEG باشه یا فایل عکس باشه که من اینا رو اپلود میکنم فعلا. و به خاطر که پاسپورت و عکس یک چیزی محرمانه و شخصی است، من این را فعلا رکورد برای چند ثانیه قطع میکنم و اپلود میکنم دوباره شروع. دوستای عزیز، من یک عکس از گوگل گرفتم اپلود کردم به خاطر آزمایشی و یک پاسپورت که از گوگل پیدا کرده بودم اپلود کردم. وقتی شما پاسپورت خود اپلود بکنین، این وبسایت به هوش مصنوعی وصل است و خودش اتومات این پاسپورت معلوماتش استخراج میکنه که نامتان چی است، تخلصتان چی است. این چیزایی است که خود وبسایت از اینجا پیدا کرده. شما رو با آسانی بسیار میتونین حتی اپلیکیشن همین معلوماتتان رو وارد اپلیکیشن تان بکنین به صورت اتومات. اینی نام و جنسیتتان از روی از پاسپورت انتخاب شده. اگر خواستین که وارد نکنین و خودتان خواستین به صورت دیستی وارد کنین هم میشه. از معنی تایتل شما اگر مرد هستین مستر انتخاب میکنین و اگر زن هستین مسز یا انتخاب میکنین یا مس انتخاب میکنین، نظر به ای که مجرد یا متأهل هستین. فعلا من مستر انتخاب میکنم. جنسیتتان انتخاب میکنین، آیا مذکر هستین یا مؤنث هستین که مذکر انتخاب میکنیم. ببخشید نامتان مثلا محمد مثلا کسی محمد باشه و تخلصش هم ارشاد باشه، محمد ارشاد. در این قسمت کانتکت نمبر شماره تان نوشته میکنین، مثلا من باز شماره آزمایشی نوشته میکنم. در قسمت ایمیل هم همون ایمیلی را که شما باش اکانت ساخته بودین، ایمیلی که همیشه دسترسی دارین، همون ایمیل نوشته میکنین. مثلا من اینجا میمونم که myself محمد بخشین محمد 123@gmail.com. حالا یک ایمیل واقعی نیست، یک ایمیل آزمایشی است. در قسمت نشنالیتی تان یعنی تابعیت کدام کشور دارین، در اولی لیست میین افغانستان است، حتما شما تابعیت افغانستان دارین. در این قسمت از شما پرسیده که آیا بجز از همین کشوری که در بالا انتخاب کردین شما تابعیت کدام کشور دیگر هم دارین یا نه؟ شما میگیرین ندارم. اگر هم داشتین میگیرین که دارم، در اینجا انتخاب میکنین تابعیت کدام کشور دارین. و اگر هم نداشتین نو رو انتخاب میکنین و بسیار آسانی از این میگذارین. nationality at birth یعنی که شما که فعلا تابعیت افغانستان دارین، آیا شما در افغانستان تولد شده بودین که همین صاحب همین تابعیت شدین یا که نه اول تابعیت جای دیگر را داشتین و فعلا از طریق بعضی قوانین دیگه تابعیت افغانستان گرفتین که شما ایران معمولا اکثر مردم همین نشنالیتی ات برثشون هم تابعیت افغانستان است. پلیس آف برث انتخاب میکنین در کدام کشور تولد شده بودین، در افغانستان در کدام شهر تولد شده بودین که من فعلا اینجا کابل مثلا انتخاب میکنم. تاریخ تولدتان 1978 اپریل 1 همین هر تاریخ تولدی که داشتین هم انتخاب میکنین. حالا یک چیزی آزمایشی است. marital status وضعیت تأهلتان که مجرد هستین متأهل هستین، در کدام حالت قرار دارین که من فعلا سینگل انتخاب میکنیم یا مجرد انتخاب میکنیم. بعد از او type of travel document با چی میخواین شما سفر بکنین که اکثرا پاسپورت است. بخصوص به ما شما پاسپورت انتخاب میکنین، نمبر پاسپورتان travel document نمبر پاسپورتان این همون چیزی است که از روی عکس استخراج کرده. اگر شما عکس پاسپورتان رو در بالا اپلود بکنین، عددش اتومات نمبرش اینجا بیرون میکشه. اگر این اشتباه بود یا نتونست، شما خودتون میتونین دستی نوشته بکنین. حالا چون این نوشته شده من تغییر نمیتونم چون یک چیز آزمایشی است. پلیس آف ایشیو پاسپورتان از کجا گرفته بودین؟ پاسپورتان اگر از کابل گرفته باشین معمولا اینطور یک چیز نوشته میشه کابل سنترال پاسپورت دیپارتمنت. اما ریاست پاسپورت ریاست مرکزی پاسپورت میشه. دیت آف ایشیو این مهم است که پاسپورتتان چی وقت گرفته بودین یا چی وقت ایشیو شده بود، چی وقت صادر شده بود پاسپورتتان. از روی از یک تاریخ مثلا تاریخ 2024 یک کسی پاسپورت گرفته و چقدر وقت داره. یادتان نره که پاسپورتتان حداقل باید 6 ماه وقت داشته باشه که به این ویزا ثبت نام بکنین. اگر پاسپورت هم معمولا 5 ساله و 10 ساله است، 2024 اگر گرفته باشین شما تا تقریبا 2029 وقت داره. این 2029 مثلا میگیریم یک تاریخ آزمایشی. هوم ادرستان در این قسمت معلومات آدرس هم میخواستن که در کجا زندگی میکنین. هوم ادرستان اگر در ایران هستین مثلا نوشته میکنین تهران و ورامین مثلا بخشن اول ورامین تهران یا هر چیز دیگه ای که هست. حالا آدرس دقیق من نمیفهمم که در ایران چگونه است.
در کدام کشور هستین؟ خب قبلا یا ایران یا پاکستان، در کشوری که هستین، یا تا افغانستان. اگر هم افغانستان گرفتین، اینی معلومات را در مو آدرسی که فعلا در افغانستان هستین نوشته میکنین. زیپ اینجا زیپ کدش خودش لیست شهرهای ایران آورده. اگر شما پاکستان بگیرین لیست شهرهای پاکستان میاره، و اگر افغانستان انتخاب کنین احتمالاً شهرهای افغانستان میآید. مثلا بدخشان است، بادغیس است، بغلان است، بلخ است، دایکندی است. یک شهر شما انتخاب میکنین. حالا فکر کو که شما تهران انتخاب کرده بودین، چون در اول امیر میزنید. اشتباه شد. تهران انتخاب میکنین. شهرش هم شهرهایی است که در تهران است. حالا نمیفهم کدام شهر است. مثلا خود تهران میگیرین. Is your permanent address as same as your current address؟ آدرس اصلیتون هم آدرس دائمیتون هم دقیقاً یک چیز است با اون آدرسی که فعلا هستین. اگر خیلی وقت است که همونجا زندگی میکنین، همیشه اونجا زندگی میکنین، یس میگیرین. اگر نه، حالا مثلا یک ماه شده ایران آمدین، ولی آدرس اصلیتون افغانستان است، وزیر نو انتخاب میکنین، پرمننت آدرستان اینجا نوشته میکنین که اصل جایتون کجاست. فعلا ما رو یس میگیریم. در این قسمت از شما وظیفه‌تان میخواد، یا که چی کار میکنین. اکیپیشنتان، این وظیفه‌تان چی است، کارتان چی است. بیزنس اونر هستین، صاحب کدام بیزنس هستین، کارمند هستین، فریلنس کار میکنین، از راه دور کار میکنین، گورنمنت آفیشال، کارمند دولت هستین، ریتایرد و کسایی که تقاعد کرده متقاعد هستین، استودنت هستین، حتی شاگرد هم اگر هستین میتونین انتخاب بکنین. unemployed، بیکار هستین. هر در یک گزینه دیگه، یک کار دیگه اصلا یک چیزی که در لیست نباشه. در اینجا فعلا ما مثلا امی امپلای را میگیرم. من کارمند هستم. کارمند کجا هستین؟ کدام کمپانی است؟ کدام اینستیتوت است؟ شما کارمند کجا هستین؟ مثلا اینجا روشن وایرلس کمپانی روشن هستم، یا هر کمپانی که شما کار میکنین. انیوال اینکمتون، درآمد سالانیتون چقدر است؟ خودش چند گزینه رو داره که از انتخاب میکنین. بین ببخشید کمتر از $20,000 در یک سال است، بین 20,000 تا $40,000 است، یا دیگر گزینه ها. آخرین گزینه شامی است که $80,000 بیشتر است. نو اینکم، اگر هیچ اینکمی ندارین نو اینکم انتخاب میکنین، ولی همین کمتر از $20,000 انتخاب کنین درست است. این معلوماتتان هم که درس کردین، در این قسمت گزینه نکست یا بعدی رو انتخاب میکنین و چند ثانیه منتظر میشین که شما به صفحه بعدی برین. خب این صفحه بعدی است. در اینجا شما در مورد سفرتان معلومات میخواد. intended date of arrival، چی وقت شما میخواین که تصمیم دارین که به تایلند بیایید. در اینجا یک تاریخ انتخاب میکنین. فعلا اکتبر 2025 است. مثلا شما میگین ما میخوایم در ماه نوامبر، مثلا 20 نوامبر بیاییم. و چی وقت میخواین پس برین؟ مثلا میگین ما میخوایم که یک ماه باشم، 20 نوامبر که آمدم 20 دسامبر پس به کشور خود برگردم. 20 نوامبر تا 20 دسامبر. این نظر به مو تصمیمی که خودتان دارین باز میتونین انتخابات کنین. در اینجا اتومات نشان میده که نظر به تاریخ انتخاب کردین شما میخواین که 30 روز اینجا باشین. خب از کجا میخواین که شما پرواز بکنین به تایلند؟ اگر شما ایران مثلا انتخاب بکنین، ایران، یا اگر ایران هستین ایران، چون بین افغانستان و تایلند پرواز مستقیم وجود نداره. از ایران وجود داره و از پاکستان هم وجود داره. اگر از ایران میرین مستقیم ایران انتخاب میکنین، اگر از پاکستان میرین پاکستان انتخاب میکنین. فعلا ایران انتخاب میکنین چون آدرس قبلی هم که انتخاب کرده بودیم ایران است. از چی طریق میاین؟ از طریق پرواز میاین، یا با موتر میاین، یا با دریا میاین. چون از ایران و پاکستان راه دریایی بسیار سخت است، معمولا مردم با پرواز و یا هوایی میرن. شما میره هوایی انتخاب میکنین. و بعد از او با کجا میاین؟ یعنی در کدام شهر تایلند شما میخواین بیاین؟ از بین شهرها یا با کدام میدانوی تایلند میخواین بیاین؟ مثلا اگر اینجا شما بانکوک انتخاب کنین، یا پایتخت تایلند است، یا جایی که مردم بیشتر میره پوکت تایلند است، پوکت اینترنشنال ایرپورت یا کرابی اینترنشنال ایرپورت، در اینجا جات میرن. مثلا شما پوکت انتخاب میکنین. مود آف ترانسپورت انتخاب میکنین که با پرواز چارتر میاین یا پرواز
کامرشال مین. اکثر پروازهایی که مردم میره کامیار یا مثل امی پروازها فلای دبی اینا کامرشال است. شما کامرشال انتخاب میکنین و فلایت نمبر با کدام پرواز مین. چیزی که شما باید یادتان نره است که قبل از اینکه به این درخواست بدین شما یک تیکت بوک میکنین، تیکت از همون شهری که میخواین به تایلند برین. اما این رایگان است، شما نیاز نیست که تیکت بخرین، فقط بوک میکنین ولی این را فاینال ریزرو نمیکنین، یعنی پیسه تیکت نمیتین، فقط بوک میکنین که مثلا میگین ما یک ماه بعد میخوایم بریم. این رایگان است. شاید بعضی ترافل ایجنسی ها بسیار با پیسه کم این را بگیره به شما. در بعضی وبسایت ها خودتون هم میتونین، ولی اگر نتونستین بعضی ترافل ایجنسی ها شاید 100 افغانی یا 200 افغانی یا کمتر یا بیشتر از این کار میتونه. که در اینجا مو فلایت نمبرتونه که در این تیکت نوشته است در بوکینگش نوشته میکنه، حالا یک چیزی تصادفی من نوشته میکنه. در این قسمت هم have you ever visited Thailand، قبل از این شما تایلند ویزیت کرده بودین، رفته بودین، نور انتخاب میکنین. have you ever applied for Thai visa، با ویزا تایلند قبلا اپلای کرده بودین؟ نه. are you traveling as a part of a tour group، شما کدام تور است، کدام برنامه تورایی که ترافل ایجنسی ها جور میکنه با اونا میایین. اگر با او میامدین خب یس میگیرین، اگر نمیامدین تنها میرفتین نو میگیرین که معمولا نو بگیرین مشکلی نداره. و در این قسمت از شما این پرسان میکنه که در کجا در تایلند که رفتین کجا بودوباش میکنین. همون قسمی که شما قبلا یک تیکت باید بوک میکنین پیش از پیش و رایگان، همون قسم شما یک هتل هم باید بوک کنین رایگان. این هم بوک کردنش نیاز به پیسه نداره، رایگان انجام میشه و ترافل ایجنسی هم میتونه به شما انجام بده با پیسه بسیار کم، کمیشن بسیار کم، ولی خودتون هم میتونین از booking.com میتونین رایگان یک هتل رو در شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف جهان شما بوک کنین. خب اکومودیشن تایپتون چی است؟ در تایلند در کجا زندگی میکنین؟ هتل اگر هست هتل انتخاب میکنین. پرایوت پراپرتی اگر خودتون به کدام هتل نمیرین، به کدام خانه کسی میرین پرایوت است اونجا انتخاب میکنین. و اگر شما خودتون اونجا خانه دارین، کدام جایداد دارین، اون پراپرتی رو انتخاب میکنین. که فعلا ما اینجا هتل انتخاب میکنیم. اکومودیشن نیم، مثلا هتل به کدام هتل میرین، مثلا شهرتون هتل نام یک هتل است، مثلا میگین ما به این هتل میریم، آدرس هتل اینجا نوشته میکنین، بانکاک آدرس دقیق شهر، همون چیزی که در بوکینگ هتل است اینجا نوشته میکنین. در کدام شهر است، بانکاک مثلا انتخاب میکنین. در کدام دیستریکت است، از این دیستریکت ها ما تصادفی یک چیزی انتخاب میکنین. در کدام سب دیستریکت است یکش انتخاب میکنین. پستال کدش اتومات اینجا میاد، همین پستال کد انتخاب میکنین. اما آدرسی که در آدرس مسئول هتل که است، کستمر کرش است، در هتل کدام شماره است، شمارهش ببخشید، یک شماره رو تصادفی انتخاب میکنین. و چقدر وقت میخواین در اینجا باشین. اما 30 روزی که گفته بودین ما به تایلند میرم، 30 روز میخواین اینجا باشین، اگر دو است 30 روز انتخاب میکنین، اگر نه کم. آیا تمام در جریان سفرتان تماما میخواین همونجا باشین؟ اگر میخواین فقط در یک هتل باشین که نور انتخاب میکنین. اگر خواستین که نه یک اکومودیشن دیگر هم پیدا کنین، ریاست میگیرین، معلومات از رو نوشته میکنین. فعلا ما اینجا نور میگیریم چون جنرالش کمتر است. یه که زدین نکست میزنین. نکست شما رو میبره به صفحه بعدی، صفحه اپلود کردن اسنادهایتون. در اینجا دو تا سند که قبلا در صفحه اول اپلود کرده بودین، یکیش اما صفحه اول پاسپورتتون بود، اتومات در اینجا آمده، این سر از یک کلیک کنین رو دیده میتونین. این اگه کلیک کنیم همین این پاسپورت آزمایشی است، پاسپورت شما میز ظاهر میشه. در اینجا هم اما عکسی است که شما اپلود کرده بودین، عکستان هم متوجه باشین که در 6 ماه آخر گرفته شده باشه. سر از یک کلیک کنین عکستان رو باز نشان میده. و در اینجا سومین اسنادی که شما میخواید document indicating current location، اسنادی را شما اینجا اپلود بکنین که نشان بده در می کشوری که زندگی میکنین است. اگر شما در ایران هستین، مثلا اگه اقامه ایران دارین، اقامهش اینجا اپلود میکنین. اگر در پاکستان هستین شما حتما یک ویزه دارین، اقامه دارین، حالا نام درستش نمیفهم که به چی نام یاد میشه، اما اقامه پاکستان، اما اقامه تون اینجا اپلود میکنین. اگر در کشورهای دیگه هستین، کشورهای اروپایی هستین، هر جایی که هستین، حتما یک اسناد قانونی به خاطر زندگی کردن در وجود دارین، اما اسنادتون اینجا اپلود میکنین. در قسمت چهارم travel booking information، امو اسنادی که گفته بودیم قبلا در صفحه پیش،
تیکت طیاره رو که گرفته بودین و رایگان بود این اپلود میکنین. پروف آف اکومودیشن این تایلند، امو اسنادی رو که از هتل گرفته بودین اینجا اپلود میکنین که این دوتا باز یادتون نره که رایگان است، نیاز نیست که شما دیگه پیسه پرداخت کنین. از یک تعداد زیاد وبسایت ها شما میتونین رایگان بگیرین. اگر پیدا نتونستین باز در قسمت کامنت ها نوشته بکنین، ما به شما در او جداگانه راهنمایی میکنیم. و یک سند مهم دیگه اینجا که است فاینانشال اوییدنس است که شما باید نشان بدین که اگر یک ماه اونجا میرین یا کمتر یا زیادتر که میرین پیسه دارین، اما قدر که در شما اگر به چکر میرین پیسهش دارین. حداقل 20,000 بات تایلند باید در حسابتان باشه. 20,000 باتش تقریبا 50,000 افغانی میشه. در حدود، حال دقیق نمیدونم، شاید 55,000 شاید 49,000 در همین حدودا میشه. در بانکتان باید در اکانت بانکیتان باشه و این در 3 ماه آخر باید باشه. اینطور نباشه که شما یک استید 50,000 از یک کسی قرض بگیرین در اکانت خود امروز بندازین، باز یک استیتمنت بگیرین پیسهش پس بدین. در 3 ماه آخر باید این پیسه در حسابتان بوده باشه. این استیتمنت از بانک گرفته میتونین. اگر در ایران و پاکستان هستین آنلاین هم گرفته میتونین از بانک ها. اگر در افغانستان هستین که مجبورن باید شما به بانک برین، اگر عزیزی بانک است به عزیزی بانک برین، استیتمنت تان پرینت میکنه، مهر میکنه و میره در اینجا شما اپلود میکنین. اگر استیتمنت ندارین، کدام کسی را در تایلند میشناسین که او شما را دعوت میکنه اسپانسرشیپ لیتر باشه، او هم میشه. یه اسنادایتون کلش اینجا اپلود میکنین. فعلا چون این اسنادا رو ما اپلود نمیکنم اینجا، در همین قسمت این ویدیو رو ختم میکنیم، چون اگر وقت شما اپلود بکنین اسنادا تکمیل شد، فقط اینی گزینه میمونه، دن را میزنین این ثبت میشه. ما کوشش میکنیم یگان اسناد آزمایشی همینطور اپلود بکنیم که صفحه بعد ببینیم. خب ما یک سند آزمایشی رو یک چیزی صفحه خالی رو اینجا اپلود کردم به خاطر که شما یاد بگیرین. تمام از که اپلود کردین در این قسمت دن را میزنین. دن را که زدین چند ثانیه منتظر میشین تا که به صفحه اصلی برین. اینجا یک معلومات مختصر از اسنادتان اینجا هست. شما میگیر accept to confirm میکنین، این را accept to confirm میزنیم. این را که دن بزنین، من فعلا دن نزدم و وقتی که دن بزنین در قسمت پیمنت میاد. در قسمت پیمنت شما از افغانستان اگر باشین توسط ماستر کارد و پاکستان هم باشین ماستر کارد یا ویزا کارت. در ایران متاسفانه فکر کنم که چون تحریم است این گزینه فعال نیست. $40 شما باید به این پرداخت بکنین به خاطر فیس ویزا و بعد از اینکه فیس ویزا رو پرداخت کردین شما شاید در یک روز جواب بگیرین یا شاید هم در 5 روز. معمولا بین 1 روز تا 5 روز وقت میگیره که نتیجه ویزیتون بیاید و معمولا هم ویزیتون هم میآید، با آسانی ریجکت نمیشه. با همین آسانی شما میتونین که با ویزیت تایلند درخواست بدین. اگر کدام سوالی داشتین در این باره یا کدام جایش مبهم بود و معلوم نبود درست، در کامنت ها نوشته بکنین و ما به شما دوباره معلومات میدم. و اگر صفحه ما را لایک و شیر و فالو کردین، سابسکرایب کردین، بسیار خوشم میشم. تشکر بسیار زیاد.